شوهرم دستم شیرینی بعضش پول بود. هیچ کس به من توفه نکرده است. خیلی بسیار توفه بود. من بس وقت ندارم. چالت تیلو. خیلی تورت گل. فای پول روی کردن. گل. دیروز روزی مادران بود و یگان نفری نیست که تحفه نگرفته باشه، خواه از جانب شوهرشون باشه، خواه از جانب پسرشون، دخترشون و یگان نفر دیگر. شما از جانب کی تحفه گرفتید و باش چی تحفه بود؟ من از جانب دخترهایم. چی تحفه بود؟ من صاحب 3 دختر هستم، از دخترهایم تحفه گرفتم. چی تحفه بود؟ تحفه زنانه. بعضش پول بود. هیچ کس به من توفه نکرده است. یکمش پسر ندارم و شوهر ندارم، از نام دخترچم توفه قبول کردم. چی تحفه بود؟ چالت تیلو. من توفه بهترین از فرزندانم، از پسرم که مهاجرت ده، بعد از همکارهایم چی تحفه بود؟ کار میکنم. توفه های خیلی تورت گل. ارزشمند بود؟ بعد ارزشمند. به حد برای مادران ارزشمند. البته از همسر و فرزندو خیلی بسیار توفه بود. من بس وقت ندارم. من صبح دیرم بسیم بخشی. از جانب فرزندم. چی توفه بود؟ گل. از جانب برادرم. چی توفه؟ دستم شیرینی. من در اشان مال کار میکنم و از جانبی همونجا به من یک تایی توفه دادن. چی توفه بود؟ گل و بود کلیدکا بود. از جانب برادر و یا از جانب برادرم باشن که آنها در مسکو هستن هر درشون به من توفه پول روی کردن، مبلغ روی کردن. تمام. از جانب شوهرم. چی توفه بود؟ از جانب شاگردا. خیلی البته زن مادر و در درجه یکمین گل می‌ایستد. خیلی توفه های دیگر، اون توفه خیلی مبلغ